حالا همه ما احساس بکنیم مراسم حج را ادا کردیم، کعبه بودیم، طواف کردیم، رفتیم صفا، مروه، رفتیم منا، عرفات، مزدلفه، آمدیم طواف وداع را کردیم. حالا میریم طرف مدینه منوره، سرزمین دوست، دارالهجره، میریم طرف شهر رسول صلی الله علیه و سلم، مدینه منوره. عزیزان و بزرگواران، مدینه هست، شهر مدینه منوره، شهریه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب اسراء و معراج در اونجا وقتی که میرفتن در مسیر راه، یک جای جبرائیل علیه السلام توقف میکنه، اونجا را بر رسول الله نشان میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میکنن اینجا کجا هست؟ میگه اینجا دارالهجره تو هست، جایی که الله به تو انتخاب کرده، جایی که میای اینجا هجرت میکنی، در اینجا زندگی میکنی، در اینجا مسکن میکنی و در اینجا حیات و ممات تو در اینجا هست. به این عزیزان و بزرگواران، مدینه منوره باز هم میگیم شمه و قطره اشاره میکنیم از مدینه منوره. قبل از این که بریم به سراغ فضائل مدینه منوره، چی خوبه که یک زمزمه داشته باشیم ارتباط به مدینه منوره، شهر رسول صلی الله علیه و سلم، شهری که تمام شعرا، عرفا، ادبا از صدر اسلام تا به امروز در وصف این شهر شعر گفتن، در اوصاف این شهر اشعار سرودن. چقدر عاشقانی که به این شهر نرفته و از دنیا رفتن، چقدر دلباختگانی که عشق او سرزمین در دل داشته و او عشق در گور با خود برده، و چقدر دلباختگان رفتن و او سرزمین را دیدن و مثل که انسان تشنه‌ای که از او آب شرب بنوشه و تشنه‌تر بشه، هر کس مدینه رفته عاشقتر شده و عاشقتر برگشته و قلبش و روح و روانش طرف مدینه منوره هست. مدینه هست عزیزان من، شهر رسول صلی الله علیه و سلم، جایگاهی که در اونجا بعدن اوصافش را، فضائلش را، جایگاهش را به طور خلاصه و فشرده بیان میکنیم. بار الها پروردگارا صدای ما را و ندای ما را و زمزمه ما را و درود و سلام ما را به روضه مطهر نبی کریم صلی الله علیه و سلم برسان. بر روح محمد و آل و اصحاب محمد صلوات. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه. خیر است اگر سیم و زر در کف من نیست، خیر است اگر سیم و زر در کف من نیست، جان و دل خود را کنم ایثار مدینه، جان و دل خود را کنم ایثار مدینه. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه. از دور درود و صلواتی بفرستم، از دور درود و صلواتی بفرستم، چون شخصیتم نیست سزاوار مدینه، چون شخصیتم نیست سزاوار مدینه. ای آن که روانیت سوی یثرب و بطحا، ای آن که روانیت سوی یثرب و بطحا، عرضم برسانید به سردار مدینه،
عرضم برسانید به سردار مدینه. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه. جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه. گردید چو آرام گهی سروار عالم، گردید چو آرام گهی سرور عالم. آن هم بود از طالع بیدار مدینه، آن هم بود از طالع بیدار مدینه. در موقع هجرت، در موقع هجرت چی کمک ها که نمودن، در موقع هجرت چی کمک ها که نمودن. یا در موقع هجرت چی کمک ها نمودن. بادا سر من، بادا سر من صدقه انصار مدینه، بادا سر من صدقه انصار مدینه. ای کاش که بینم، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه. جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه. زیر شجر طوبی نشین نتوان یافت، زیر شجر طوبی نشینی نتوان یافت. آسودگی سایه اشجار مدینه، آسودگی سایه اشجار مدینه. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه. جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه. صدیق اول نمره، صدیق اول نمره بود در صف یاران، صدیق اول نمره بود در صف یاران. دوم عمر عادل، دوم عمر عادل و غمخوار مدینه. آن کان حیایار سوم جامع قرآن، آن کان حیا، آن کان حیا یار سوم جامع قرآن. چارم اسدالله است علمدار مدینه، چارم اسدالله است علمدار مدینه. یادی حسنین چو ضرور است در اینجا، یادی حسنین هم چو ضرور است در اینجا. باشند گل دسته گلزار مدینه، باشند گل دسته گلزار مدینه. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه. جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه. خیر است
است اگر سیم و زر در کف ما نیست، خیر است اگر سیم و زر در کف ما نیست. جان و دل خود را کنم، جان و دل خود را کنم ایثار مدینه، جان و دل خود را کنم ایثار مدینه. کی هست که عاشق مدینه نباشه؟ کی هست که دلش طرف مدینه پرپر نکنه؟ کیست؟ همه ما عشق مدینه در دل. عاشقان رسول صلی الله علیه وسلم در دنیا زیادن عزیزان. خیلی کسانی که تا به حال مدینه رو ندیدن، خیلی کسانی، ولی عشقش، محبتش، سوزش، تمام وجودش. امام مالک رحمه الله که امام دارالهجره معروفن، مشهورن، هر وقت وارد مدینه منوره میشن، الاغ خود را، همان خر خود را، همان وسیله سواری خود را داخل حرم داخل نمیکنن که مبادا بی حرمتی بشه، مبادا بی تنایی بشه، بیرون از حرم او را بسته میکن. خواجه انصار قدس الله سره العزیز وقتی به مدینه منوره میرسن، تا 40 روز در کوههای مدینه از رسول صلی الله علیه و سلم اجازه میطلبن که اجازه هست که ما داخل شیم. بعد از 40 روز خواجه انصار میگه این غریبک در سر کوی تو مرد، خواجه انصار از غم روی تو مرد، کی جمالت می نمایی این نشانی را بگو، چه وقت اجازه میدی که من وارد بشم؟ مولانا عبدالرحمن جامی بعد از عشق و سوز و گداز وقتی وارد مدینه منوره میشن به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم، 100 سلام مولانا عبدالرحمن جامی، 100 سلام میگه، السلام ای صاحب خلق عظیم، السلام ای صاحب بالآخره، 100 سلامی که داره. بعد میگه 100 سلام از ما و از تو یک علیک. یا رسول الله 100 سلام دادم، یک جواب نیامد. به اینه که نبی کریم صلی الله علیه وسلم میگه و علیکم السلام. چی میخواهی دیگه ای بلبل امت؟ مدینه هست عزیزان من. وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا تشریف بردن، بلال دیگه گفت من در مدینه دیگه نمیتونم استاد شدم. جایی که دیگه رسول الله رو نبینم، بلال دیگه حرکت کرد، رفت به طرف شام، در سرزمین شام و اینها رفت در جهاد و مبارزه و اینها. سیدنا ابوبکر صدیق اجازه میگیره، میایه میگه که یا خلیفه رسول الله، آیا من را به خاطر الله آزاد کردی یا به خاطر خود؟ میگه نه به خاطر الله آزاد کردم. میگه مرا بگذار، من میرم طرف جهاد، میرم دیگه مدینه استاد شده نمیتوانم. بعد از چند سال بلال رسول الله را به خواب میبینه که رسول الله میگن بلال چرا به زیارت ما نمیایی؟ بلالی که کسی با او غذا نمیخورد، بلالی که هر روز شکنجه میشد، بلال سیاه حبشی. رسول الله میگه بلال بیا به زیارت ما چرا نمیایی؟ خوشا به حال تو کسی که امسال عازم سرزمین حرمین شریفین هست. دعا کن به حق همه امت، دعا کن، خصوصا دعا کن به او عزیزانی که تا به حال به این سرزمین مشرف نشدن. سیدنا بلال میآیه، از خواب بیدار میشه، حرکت میکنه، میآیه مدینه منوره، حسن و حسین را میبینه، صحابه را میبینه و بعد از بلال خواهش میکنن که بلال یک اذان بده، یک اذان. سیدنا بلال بلند میشه، بلند اون جای مناره‌ای که قرار داره شروع میکنه به اشهد ان لا اله الا الله. تمام مردم مدینه، زن و مرد، صدای بلال رو میشنون، چون مردم به صدای بلال آشنا بودن. صدای بلال که بلند میشد دیدار رسول الله هم بود. مردم فکر میکنن رسول الله زنده شدن، رسول الله در حیاتن. زن و مرد و مدینه میریزن به کوچه ها و طرف مسجد النبوی که صدای بلال هست.
بلال وقتی به اشهد ان محمد رسول الله میرسه بیهوش میشه. عشق بلال و عشق بلال هست که بلال به حالتی میرسانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن بلال چرا به زیارت ما نمیایی؟ یا الله زیارت حرمین شریفین خصوصا مسجد النبوی را نصیب همه عزیزان بگردن، خصوصا او عزیزانی که نرفتن، او عزیزانی که ندیدن، اونهایی که عاشق و دلباخته مدینه منوره هستند. داخل قبر عزیزان من، اونهایی که شما به مدینه نرفتید، اونهایی که شما به زیارت رسول الله تا به حال مشرف نشدید، الله مشرف بگردانه. ولی هیچ کدام ما ناامید نباشیم. وقتی که انسان مومن و مسلمان رو در قبر میگذارن چند سوال میشه. یکی از سوالها اینه که من ربک، ما دینک، من نبیک. از اینها که خلاص میشه، در حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اینجا پرده برداشته میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا نشان میدن ارتباط به این شخص چی میگی؟ او عاشقی که دلباخته مدینه هست چی حال داره داخل قبر که وقت رسول الله را ببینه؟ کسی که میگه من عاشق خاک شهرش بودم، عاشق این بودم که خاک مدینه را بردارم سرمه چشمان خود بسازم، الان من دیدار رسول الله را میبینم. به این عزیزان من پروردگار عالم زیارت حرمین شریفین و زیارت مسجد النبوی را نصیب همه ما بگردانه و در آخرت الله ما را از شفاعت سرور سالار انبیا محروم نگردانه. عزیزان من فضائل مدینه منوره به طور خلاصه و فشرده اینه که سیدنا ابو هریره روایت میکنه، حدیث مسلم هست، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند در بین خانه من و منبر من قطعی از بهشت هست. اینجا منبر رسول الله هست، اینجا خانه رسول الله هست، بین منبر و خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم چیه؟ قطعی از بهشت، روضة من ریاض الجنه هست، روضة من ریاض الجنه هست. علما بیان میکنن میگن جایی که جسد نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته، همان خاکی که بر جسد نازنین اصابت داره و رسیده هست، او خاک از عرش پروردگار عالم هم با ارزش داره. او جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم، عظمت رسول الله صلی الله علیه و سلم. میفرمایند حدیث دیگر که حدیث مسلم باز هم انس ابن مالک روایت میکنه، نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اللهم اجعل بالمدینه ضعفی ما بمکه من البرکه. پروردگارا به دعای ابراهیم مکه را با برکت کردی، به دعای من مدینه را 2 برابر با برکت بگردان. این دعای رسول الله در حق مدینه، اهل مدینه، صاع مدینه، مد مدینه، ترازوی مدینه، همه اینها عزیزان و بزرگواران گفتیم که ما فقط از این دریا قطره و شمه در کام تشنگان میندازیم، مگر نمیشه شهری که الله وصفش را کرده، رسول الله وصفش را کرده، ما بیاییم به این چند دقیقه بیان بکنیم. در حدیث دیگر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اللهم حبب الینا المدینه کما حببت الینا مکه او اشده. خدایا مثل که محبت مکه را در دل ما ایجاد کردی، محبت مدینه را بیشتر و بیشترتر ایجاد بکن. و بعد میفرمایند وانقل حماها الى الجحفه. پروردگار اون خباثت ها و بالاخره اشیای زشت و ناروایی که از اونها را بندا به منطقه جحفه. منطقه هست که در اونجا وقتی که دجال میآیه کل دنیا را میگرده، میخواه وارد مکه بشه داخل شده نمیتوانه، میخواه وارد مدینه بشه باز هم داخل شده نمیتوانه. اطراف مدینه را ملائکه میگیرن استاده میشن، دجال را اجازه نمیدن. دجال در منطقه جحفه در اونجا خیمه خود را پایین میکنه و در اونجا دهلی که داره مینوازه، هر خبز و خباست و بالاخره
هر پلیتی که داخل مدینه باشه بیرون میشه و به دام چی میفته؟ و به دام دجال و اینها. اهل مدینه سالم میمانه، اهل توحید سالم میمانه، اهل ایمان سالم میمانن. و در مدینه منوره در حدیث دیگر سیدنا ابو هریره که حدیث بخاری هست، نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الایمان لیعرض الى المدینه کما تعرض الحیة الى جحرها، او کما قال. مدینه چنین شهریه که مثل که مار در اول روز از خانه خود بیرون میشه، هر جا را میگرده، در اخیر روز پس به خانه خود بر میگرده. ایمان از مدینه بیرون شده به تمام دنیا و زمانی هم میآیه که اگر ایمان از تمام دنیا رخت سفر ببنده پس بر میگرده ایمان و اهل ایمان داخل مدینه هست. عزیزان و بزرگواران، مدینه منوره فضائل داره که باز هم حدیث مسلم سنن ترمذی روایت میکنه. سیدنا ابو هریره میفرمایند کسی که رسول الله فرمودن لا يصبر على لأواء المدینه و شدتها احد الا كنت له شفیعا او شهیدا یوم القیامه. کسی که به سختی های مدینه صبر میکنه، کسی که به مشکلات مدینه صبر میکنه، کسی که به آب و هوای گرم مدینه تحمل میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند پاداش از اینه که روز قیامت من برای او شفیع میشم، من او را شفاعت میکنم، او از زمره شهدا محسوب میشه. احادیث زیاد است عزیزان و بزرگواران. حدیث دیگری که باز هم سنن ترمذی روایت میکنه، نبی کریم صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عمر میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من استطاع ان يموت بالمدینه فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها، او کما قال. کسی که میتوانه در مدینه بمیره، یعنی مرگ در مدینه منوره فضیلت داره. عزیزان من، مدینه چگونه شهریه؟ شهر زیبای رسول صلی الله علیه و سلم. در سختی‌هایش تحمل کن، شفاعت رسول الله. در سختی‌هایش تحمل کن. اگر در مدینه منوره مرگ نصیب شد، نبی کریم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند در روز قیامت من شفیع میشم. این حدیث چی میرسانه؟ که رسول الله می‌فرمایند من استطاع ان يموت بالمدینه فلیمت بها. یعنی اگر مرگ به اختیار ما می بود، مرگ به اختیار ما نیست، اگر مرگ به اختیار ما می بود کجا را انتخاب میکردیم که بمیریم؟ میگفتیم در مدینه بمیریم، در بقیع دفن بشیم، در جایی که بیش از 10,000 صحابه در اونجا دفن بشیم. اولین کسانی که مورد شفاعت رسول الله قرار میگیرن اهل مدینه هستند. عزیزان و بزرگواران، خصوصا اهل بقیع و اینها. ارتباط به فضیلت مدینه منوره اگر بیاییم بگوییم، در مدینه منوره مسجد النبوی هست، در مدینه منوره مرقد مطهر نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست، در مدینه منوره ریاض الجنه هست، در مدینه منوره جبلی کوهیه. کوههای مدینه، از آن جمله احد میدانیم چگونه کوهیه؟ جبل احد جبلیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی با سیدنا ابوبکر الصدیق و با سیدنا عمر و با عثمان وقتی که بلند شدن بالای کوه، جبل احد به لرزه در می آید، تکان میخوره. رسول الله میگن اسکت، ساکت شو، نمیدانی بالای تو یک نبیه، 2 شهیده و 1 صدیقه؟ نمیدانی؟ اونجا بود که رسول الله مجده شهادت به سیدنا عمر دادن، مجده شهادت به سیدنا عثمان دادن. کو آرام میشه و بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم میفرمایند هذا جبل احد یحبنا و نحبه. الله اکبر. این کویه که این ما را دوست داره و ما ای را دوست داریم. یک چوبیه، تنه درختیه، میارن میگذارن داخل مسجد، رسول الله بالایش میشینن خطبه میدن. بعد از چند وقتی که میگذره مشوره به این میشه که این تنه درخت برداریم و بالاخره چه کار کنیم؟ منبر بسازیم. از سنگ و چوب و بالاخره منبر آوردن ساختن. این تنه رو برمیدارن میبرن کنج مسجد، یک گوشه میگذارن. رسول الله میآین بالای منبر میشینن که خطبه بدن. یک بار صدای گریه بلند میشه، صدا ناله بلند میشه. این ناله از کجا هست؟ سعی میکنن که استون حنانه گریه میکنه.
یا رسول الله در فراق شما من چگونه تحمل بکنم؟ مولانا روم در مثنوی معنوی میگه این استون حنانه را گرفتن، رسول الله دست در بالای گذاشتن، آرام شد و بعد بالاخره گفتن ای را به یک پارچه بپیچانید در بقیع دفن کنید. ای از جمله و زمره درختان کجا میشه؟ اهل درختان بهشت میشه. چوب در فراق رسول الله میناله، کوه در فراق رسول الله تکان میخوره، کوه در جای میرسه که رسول الله میگن جبل احد یحبنا و نحبه، ای ما را دوست داره و ما ای را دوست داریم. امت رسول الله نباید بناله؟ روز قیامت احد ارزش داشته باشه، استون حنانه ارزش داشته باشه. روز قیامت این جمادات و سنگهایی که به دست رسول الله به زبان درآمد اینها ارزش داشته باشه. امت در روز قیامت ارزش نداشته باشه، خیلی جای تأسف. دلا بسوز که سوز دلت کارها بکن، این دل پر از عشق محبت رسول الله بگردن. محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این دل چنان جاه بده که داخل قبر با خود حب رسول الله را ببر، صحرای محشر حب رسول الله را با خود ببر. در بهشتم که داخل شدی به جستجوی رسول الله باش. رسول الله در جستجوی تو بودن در دنیا، رسول الله در غم تو بودن در دنیا، رسول الله از غم من و تو گریه کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم مخیر گذاشته شدن بین پدر و مادر و امت. رسول الله صلی الله علیه و سلم این امت بی وفا را انتخاب کردن، این امتی که امروز مود خود را از غرب میگیره، این امتی که فرهنگ خود را از سکولار میگیره، این امتی که امروز حجاب خود را از هندو و هندونیزم میگیره. یا رسول الله قربان اشکهای تو شوم که به خاطر این امت بی وفا گریه کردی، به خاطر این امتی که از دین تو و از سنت تو دفاع نمی کنه تو گریه کردی، تو ناله کردی، تو زاری کردی، تو سنگها در احد به دندان تو خورد، روح تو مجروح شد، خون از بدن تو جاری شد. یا رسول الله ما را تو ببخش، نتوانستیم به تو درست امتی کنیم. سینه ها پر از بغض، پر از عداوت، پر از دشمنی، پر از کینه. شیشه خانه ما مشکل رنج میبریم، سنت تو مشکل کرنج ابروه نمیشه. فرزند ما دهها و صدها سنت شکسته اور تنبیه نمی کنیم، اگر کوچکترین ظرف در خانه شکست تنبیه میشه. یا رسول الله ما را تو ببخش. یا الله، یا الله، این بیوفایی امت رسول خود را واقف نگردان از این بیوفایی. ما خیلی بیوفاییم عزیزان من، خیلی بیوفا شدیم. امروز این امت کجا میره؟ این امت کجا روان است؟ امروز مسلمان حکومت اسلامی رو نمیخواه، امروز مسلمان نظام اسلامی رو نمیخواه، امروز مسلمان چگونه میگیم مسلمان بلند میشه علیه حجاب اسلامی، شروع میکنه به توهین و به تحقیر و به اینها. ما امتی هستیم که رسول الله درد کشیدن، رنج کشیدن، مشکلات را تحمل کردن. ما امتی هستیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نیمه های شب بلند شدن، گریه کردن، دعا کردن. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، رسول الله را فراموش نکن.